خب سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم راجع به پروتکل MCP صحبت بکنیم و یک پروژه رو با هم انجام بدیم. خب احتمالا اخیرا اینجور پست ها رو داخل توییتر دیدین که یکی میاد با کلتسونت صحبت میکنه و بهش طرحی میده و کلتسونت میره وصل میشه به بلندر و اون طرحی که کاربر میخواد و براش طراحی میکنه و پیاده سازی میکنه. خب اینا توسط پروتکل MCP داره اتفاق میافته. MCP استاندارد جدیدیه برای ارتباط LLM ها به منابع و ابزارهای بیرونی. کلا هدف اصلیش اینه که LLM ها به ابزارها و منابع ارتباط مستقیم داشته باشن و مثلا از اینجا میتونید ببینید که این LLM به این سه ابزار از طریق MCP متصل شده که مثلا من به LLM میگم که برو داخل اکانت گیت هابم برام این کارو بکن و برگرد، یا مثلا من میام به جای این گوگل کلندرمو بهش اضافه میکنم و وصل میکنم و به LLM میگم که برای فردا یک قرار جلسه با فلان شخص برای من داخل این ساعت بذار. این میره وصل میشه به اون پلتفرم و اون کارو برای من انجام میده و برمیگرده. این پروتکل یک جورایی که انگار این پلتفرم ها همشون دارن به یک زبان صحبت میکنن و میتونن که با هم ارتباط مستقیم بگیرن و عملکردش اینطوریه که ما یک MCP هاست داریم که مثل همون پروگرامی که داریم ازش ریکوست میفرستیم، مثلا همون کلاود دسکتاپمون. از اینجا میبینید که مثلا از کلاود دسکتاپ اومده درخواست فرستاده به این بلندر و MCP هاست که همون نرم افزاری که داره کار انجام میده، مثلا خود بلندر، یک لوکال دیتا، داده های محلی و ریموت سرویسز. از اینجا میتونید پلتفرم هایی که الان میتونید MCP روشونه و بهشون متصل بشید و ببینید و پلتفرم های خیلی زیادی هم هستن، مثل کلادفلی هست و فیگما، همون بلندر، N8N و خیلی از پلتفرم ها رو اینجا میتونید پیدا بکنید، دقیقا مثل همین فیگما که گفتم، و متصل بکنید و باشون کار انجام بدید. نوشن هم هست. اینا هم میشه به کلتسونت الان متصل کرد، هم میشه به کرزر AI متصل کرد. من میخواستم این پروژه رو با کرزر AI پیش ببرم، ولی اونجا که لیمیت ماهانم همون 50 تا ریکوست رایگانم تموم شده، متاسفانه بعد روی کلتسونت فعلا کار بکنیم. خب بریم همون پروژه بلندر رو پیاده سازی بکنیم که با یک پرامپت برای ما طراحی رو انجام بده. خب همونطور که می‌بینید بلندر داخل این لیست هست، هم میتونیم روش بزنیم و از اینجا میتونید آموزش نصب رو پیش ببرید. و اول از همه ما نیاز داریم به پکیج UV، یک پکیجیه برای مدیریت وابستگی ها و بسته ها و دانلود ها که اگر روی مکید با این کامند و اگر روی ویندوزید میتونید با این کامند پاورشل نصب و دانلودش بکنید و بعدش بعد داخل پپتون ستش بکنید که کامندش اینجا هست و این لینک ها هم داخل دیسکریپشن قرار میدم. خب اول از همه اینجا یک سورس کدی هستش به نام addon.py. اینو باید دانلودش بکنیم که من از قبل اینجا دانلودش کردم که این سورس کدی که الان ما اینجا داریم همون یک پلاگینه برای بلندر. این پلاگین میاد همون کار سرور رو انجام میده که داخل این قسمت بهتون گفتم، MCP سرورز. یک سرور TCP را میندازه که منتظر گرفتن دیتا جیسونه، حالا از طرف اون هاستی که داریم ازش استفاده میکنیم و میفرستیم که روی پورت اگر اشتباه نکنم 9876 میاد این کار رو انجام میده و این سرور رو باز میکنه. خب ما باید اول از هم این پلاگینی که اینجا هست رو روی بلندرمون نصب بکنیم و بعدش میایم که کلتسونتمون رو متصل بکنیم به این
پلاگین و این کار رو انجام بدیم. خب طریق نصبش هم خیلی راحته. همونطور که میبینید اینجا بلندر منه و اینجا از داخل ادیت داخل ادوانس میتونید اینجا روی اینجا کلیک کنید و اینستال فرام دیسک رو بزنید. از اینجا روی سورس کدتون کلیک میکنید، اینستال فرام دیسک و بلندر MCP میبینید که براتون اینجا میاد و لود میشه و اینجا یعنی نصب شده. این هم اگر اینجا بزنید میتونید که بلندر MCP رو ببینید اینجا. خب حالا برای راه اندازی کلاسونت شما اول نیاز دارید که کلاسونتون نسخه دسکتاپش رو نصب بکنید روی سیستمتون و از این بخش روی فایل روی setting میزنید و روی developer edit config رو میزنید. اینجا کلاد دسکتاپ config.json داره، روی این که بزنید یه همچین فایل جیسونی براتون باز میشه که شما نیازه دقیقا این چیزی که اینجا هست رو کپی بکنید و اونجا پیست کنید و بعدش فقط نیازه که کلاسونتمون رو یک ریستارتی بکنیم که من از تست منیجر تست میکنمش تا کامل بسته بشه و یه بار دیگه بازش میکنم. خب حالا از اینجا از داخل بلندر MCP یه دونه استارت MCP سرور اینجا هست، روی این بزنید و میبینید که پورتش باز شده و داره سرور رو راه اندازی میکنه و وقتی که این کارو میکنید میبینید که همچین چیز اینجا ظاهر میشه. روی این که بزنید میبینید که کاملا تمام کارهایی که میشه داخل بلندر کرد و کلاسونت گرفته. که حالا خیلی راحت از اینجا من میام به کلاسونتم میگم که مثلا بهش میگم که یک دایره طراحی بکن و داره میگه که من شروع میکنم کارو انجام میدم داخل بلندر، یک اجازه از من میگیره و من بهش اجازه رو میدم و همیشه و یکم طول میکشه و بعدش میبینید که طرحتون رو پیاده سازی میکنه. یه از اون سوالی پرسه که مثلا میگه که میخواین چجوری باشه و اینا، من میگم هر چیزی که خودت میخوای. و اینطوری الان شروع میکنه، میبینید که تغییرات داخل بلندر داره ایجاد میشه و داره شروع میکنه به طراحی. اینطوری خیلی راحت شما میتونید با این پروتکل ابزار دیگر به هم وصل بکنید. حالا الان ما اینجا اینو کلاسونت رو وصل کردیم به بلندرمون و حالا ما میتونیم مثلا کلاسونت رو وصل بکنیم به پلتفرم های دیگه که برای ما یک کار رو اتوماتیک انجام بدن و خیلی کار زیادی میتونیم باش بکنیم. و الان این هم از چیزی که بلندر برامون طراحی کرده روی خلاقیت و سلیقه های خودش و بذارید بهش ایمیج بدیم. بشینم که یک اتاق مثل این برای ما طراحی بکن. خب میگه که من اون ایمیجی که فرستادی رو دیدم و داره شروع میکنه که به طراحی اون پوینت. خب این چیزی که تا الان این ایجنت ما طراحی کرد از اون عکسی که بهش دادیم
ولی خب قطعا اگر شما با پرامپت بهتری امتحانش بکنید مثل همون ویدیوها نتیجه خیلی بهتری میگیرید و ما الان فقط میخواستیم تستش بکنیم که به نظر من خیلی هم خوب کار کرد. خیلی ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید و تا ویدیوهای دیگه فعلا خداحافظ.